درس امروز شروع میکنیم از قسمت تپ انزرت و بخش گروپ میدیا. خب در گروپ میدیا فقط یک بخش فعلا داریم که اضافه شده به نام آنلاین ویدیوز، که آنلاین ویدیوز هم از نامش معلوم است. وقتی که بالای آنلاین ویدیوز کلیک کنیم یک صفحه نشان داده میشه که در قسمت گفته enter the address for the online video. وظیفهش معلوم است، از نامش معلوم است که توسط از این آپشن ما میتونیم یا توسط از این فیچر ما میتونیم که یک ویدیو را به شکل آنلاین اضافه کنیم در داخل دوسیه. البته در اینجا باید لینک از ویدیو را شما اضافه کنید و بعد از بالای انزرت کلیک میکنین ویدیو اضافه میشه. خب البته از این منابع که در قسمت برای شما نمایش داده شده که supported video providers مثلا باید از یوتیوب باشه لینک از ویدیو، یا سلاید شیر باشه، یا ویمیو باشه، یا تید. از این پرووایدرها یا پلتفرم ها باید باشه. خب مثلا ما یک ویدیو را قبلا از یوتیوب لینکش کپی کردیم و در قسمت پیستش میکنم، کنترل وی را فشار میتونم پیست این رقم میشه، یا راست کلیک میکنین در قسمتی که میخواین بالای پیست کلیک میکنین جابجا میشه. خب در قسمت میبینیم که تمپلیت ویدیو را بر من نمایش میده. ویدیو یوتیوب است که من لینکش قبلا کپی کردیم و در قسمت پیست کردم، نمایش داده میشه در قسمت بر من ویدیو. و اگر بالای اینزرت کلیک کنم ویدیو را بر من در داخل دوسیه اضافه میکنم که از این قسمت هم میتونیم که به شکل شیپ عرضش زیاد کنیم، ارتفاعش زیاد کنیم. و بعد از اگر من بالای از این علامه کلیک کنم، بالاش اگر کلیک کردم بعد از ویدیو پلی میشه توسط یوتیوب پلی میشه. به خاطر از اینکه ویدیو را از طریق لینکش قسمت اضافه کردم توسط یوتیوب براتون پلی میشه، به خاطر که ویدیو را از یوتیوب لینکش کپی کردیم. و همراهش یک تپ هم باز میشه به نام پیکچر فارمت. در اینجا پیکچر فارمت شما اصلا خیلی ویدیو هسته. خب پیکچر فارمت بعض مثلا افکت هایی که بالای پیکچر اضافه کرده میتونستین در این قسمت هم میشه که بالای از این ویدیویی که دارین مثلا از این قسمت کالرز اگر بگیرم مثلا رنگش تغییر میتیم، یا آرتیستیک افکتس هست افکتس بالایش اضافه میکنیم و بعض آپشن های دیگه که در قسمت پیکچر افکتس داشت. بعد از بخش لینکس از گروپ لینکس که در گروپ لینکس ما لینک داریم، بوکمارک است، کراس رفرنس است که هر سه آپشن مربوط به بخش لینکس میشه که در دوسیه ما میتونیم لینک اضافه کنیم. خب لینک تنها لینک سایت ها یا مثلا لینک ویدیوهایی که شما مثلا در اینترنت یا سوشال میدیا میبینین تنها لینک های اینترنتی نیست، بلکه ما میتونیم بعض لینک هایی که در داخل فایل هایی که در داخل کامپیوتر داریم لینک هایش در داخل دوسیه اضافه کنیم و بالای از لینک کلیک کنیم بر ما فایل باز میکنه. همچنان ما میتونیم لینک بعض سایت ها را اضافه کنیم، بعض منابع اینترنتی را مثلا اضافه کنیم در دوسیه. وقتی که بالاش کلیک کردیم بر ما اما سایت یا اون منبع را به شکل آنلاین نمایش بده. هم میشه آفلاین ازش کار بگیریم و هم آنلاین میشه کار بگیریم از همین آپشن لینک. آفلاینش به چه شکل در اول گفتم که میتونیم بعض فایل ها را مثلا در کامپیوتر ما که ذخیره داریم و را میخوایم که در قسمت لینکش اضافه کنیم که بالاش کلیک کنیم و فایل باز شوی آفلاین میشه. و آنلاینش از همون منابع اینترنتی و سایت های اینترنتی را شما لینکش اضافه میکنیم و دیگه به شکل آنلاین باید ازش کار گرفته میتونیم. خب ما بالای لینک کلیک میکنم، این قسمت ریسنت آیتمز هم لینک هست که اخیراً
ما کپی کردیم که اون لینک از اون ویدیو است که من در قسمت اضافه کردم، در قسمت رو نمایش میده. خب ما بالای insert link کلیک میکنم و شارتکتش هم کنترل کست که هایپر لینک هم میتونیم بگیم، هایپر لینک یا لینک. خب بالای از این insert link کلیک میکنم، یک صفحه باز میشه و در این صفحه بخشای مختلف داریم. مثلا بخش link to چندین بخش از 4 بخش داریم، مثلا existing files or web page. از existing file مربوط به این میشه، مثلا منظورش چی است؟ مثلا اگر شما میخواین کدام فایلی که در کامپیوترتان دارین، قبلا هم یادآوری کردم، فایل میخواین که لینکش اضافه کنین در داخل دوسیه، وقتی که بالای لینک کلیک کردین فایل براتون باز کنه. existing file مربوط به یا منظورش از نمی فایلی که در داخل کامپیوتر دارین میشه. و گفته or web page منظورش از صفحات اینترنتی است که آنلاین کار گرفته میشه. existing فایلش آفلاین است و وب پیجش دیگه باید شما آنلاین اینترنت به کامپیوترتان وصل باشه. خب من در این قسمت هر دوش کار میکنم. مثلا ما در این قسمت آدرس، بخش آدرس داریم. مثلا در اینجا تایپ میکنم که https URL میگن، URL باید مکمل در این قسمت شما باید تایپ کنین. مثلا من اینجا تایپ میکنم https بعد از اون www.google.com یا هر سایت را که شما خواسته باشین لینکش، فقط لینک باشه در اینجا اضافه میکنین در بخش آدرس و بعد از بالای اوکی کلیک میکنین. هر وبسایت باشه، هر ویدیویی باشه یا هر منبع اینترنتی که باشه فرق نمیکنه، فقط شما اینجا در قسمت آدرس باید لینکش اضافه کنین. بعد از اون بالای اوکی کلیک میکنم و در این قسمت میبینیم که لینک نمایش داده میشه، لینک نشان داده شد. خب وقتی که ما بالای از این لینک پایینتر قرار بتم هر چقدر کنترل نه فقط کلیک کنم کار انجام نمیده، لینک یا سایت باز نمیشه. خب چی کار باید انجام بدیم؟ وقتی که بالای لینک پایینتر قرار بدیم در قسمت نمایش داده میشه، میگه باید شما کنترل همراه چپ کلیک فشار بدین، در غیر صورت کار نمیکنه. خب من کنترل فشار میتونم، بعد از اینکه کنترل فشار دادم، بتن کنترل که فشار دادم بالای زمین لینک یک کلیک میکنین و بعد از اون توسط براوزر مشاهده میکنین که برای شما اما وبسایت یا وب پیج نمایش میده که به شکل آنلاین شد. به این شکل شما میتونین هر منبع اینترنتی که باشه فقط شما در قسمت لینکش اضافه میکنین، این آنلاین شد. آفلاین چی رقم؟ مثلا ما یک فایل میخوایم که لینکش اضافه کنم، از دو طریق میتونین این کار انجام بدین. مثلا یک طریق چی است که شما میرین در قسمت دسپیسی، در درایو میرین، در فولدر میرین و در قسمت این قسمت سرچ باکس لینک اما آدرس از اما فایل براتون نمایش میده که انتخاب کلیک میکنین، سلکت آل مکمل انتخابش میکنین، کنترل سی کاپی میگیریم و در قسمت برنامه ورد میین و بالای لینک کلیک میکنین و بعد از اون باز در قسمت کنترل پیستش میکنین. یک طریق آسان ترشی است که شما بالای از این علامه کلیک کنین، براوز زیاد میشه و در هر قسمت کامپیوتر که شما خواسته باشین میرین. مثلا من در بخش دانلودز میرم و بعد از اون مثلا در این قسمت شما میتونین که کلیک کنین و بعد از اون all files انتخاب کنین که تمام فایل ها رو نشون بده و بعد از اون مثلا من یک انتخاب میکنم و بعد از اون بالای اوکی کلیک میکنم. در این قسمت میبینیم که آدرسش بر ما نمایش میده، میتونیم لینک هم بگیم یا آدرس هم بگیم. خب بالای اوکی کلیک میکنم، در این قسمت میبینیم که لینک از اون فایل در اینجا اضافه شده در این قسمت. خب ما بالای از این بازم کنترل میگیرم چپ کلیک و بعد از اون میبینیم که خب کنترل چپ کلیک بعد از اون میبینیم که بر ما فایل باز میکنه نمایش میده. خب لینک ها رو در قسمت یک معلومات اضافی هم براتون بتم. وقتی که لینک شما به بار اول اضافه میکنه رنگ آبی می داشته باشه، لینک هایی که بالاش کلیک نشده باشه یا کلیک نکرده باشه این رنگ آبی نشان داده میشه. وقتی که بالا یک لینک کلیک شده باشه، چی اگه او
لینک های باشه که شما در وبسایت ها میبینید یا صفحات اینترنتی، چه لینک هایی که شما در داخل داکومنت اضافه میکنید. وقتی که بالای لینک کلیک شده باشه قبلا به این رنگ نشان داده میشه، یعنی نشان میده که بالای از لینک قبلا کلیک شده. یک بار یا چندین بار فرق نمیکنه. خب ما یک موضوع دیگه هم از این قسمت، فعلا خب لینک مثلا مکمل نشان داده، به این شکل مکمل لینک نشان داده. این بار یک کار میکنیم، مثلا میگم یک تکست نوشته میکنیم که به شکل لینک کار کنه. بالای لینک بازم کلیک میکنم و بعد از اون قسمت کلیک میکنم. دمو هر قسمت که شما فایل دارین میرین در قسمت all files، فایل انتخاب میکنم. اوکی. خب یه آدرسش هست. در صورت که اگه یک حرف از یام کم شوه، چی و سپیس خونه می باشه در قسمت، چی داش باشه مثلا، چی مثلا یک حرف باشه، هر چی که باشه، یک حرف هم که از لینک یا آدرس کم شوه کار نمیکنه لینک. خب در قسمت آدرس هست و در قسمت تکست دیسپلی، تکست دیسپلی را تغییر میکنم. مثلا یک حرف متنی که خواسته باشه نوشته میکنم. مثلا میگم click here to open picture و بعد از اون بالای که کلیک میکنم. میتونین به هر لسان که خواسته باشین، هر متنی که خواسته باشین اینجا تایپ میکنین و بعد از اون بالای که کلیک میکنین. در قسمت شما میبینین که نوشته است click here to open picture. خب متن است اما به شکل لینک اضافه شده و در بک‌گراندش اونمو لینک است که من یا اونمو فایل لینک از اونمو فایل است که من قسمت انتخاب کردم. خب چی میکنم در قسمت بالای از این لینک کنترل میگیرم، بازم چپ کلیک میکنم و بعد از اون میبینیم که اونمو فایل نشان داده شد. فقط فرقش این بود که این بار من تکست اضافه کردم، تکست به شکل لینک اضافه کردم. در دو صورت کار میکنه، فرق نمیکنه، مشکل هم ایجاد نمیشه. و بعد از اون میتونین که current folder، همون فولدرهایی که اخیراً انتخاب کردیم، براوز پیج، ریسنت فایلز، این موضوعات بیسیک است و هم طریقهایی بود که ما در قسمت مهم بود ما براتون کار کردم و عمومی بود. و بخش دیگه هم place in this document، place in this documents در بخش بوکمارک و کراس رفرنس اکثرا کار گرفته میشه که مشابهت داره با می موضوع. و create new document دیگه از نامش معلوم است که شما مثلا بالای لینک کلیک کنین یک دوسیه جدید ایجاد شد یا یک دوسیه جدید براتون باز کنه. در قسمت شما نام از دوسیه را نوشته میکنین. مثلا من در اینجا تایپ میکنم که new document، به هر لسانی که باشه فرق نمیکنه. و full path که در اینجا میتونین اما جایش انتخاب میکنین که در کجا ذخیره شوه یا باز شوه. میتونم چنج جایش تغییر بدم، لوکیشنش تغییر بدیم. و بعد از اون گفته when to edit، چی وقت میخواین که مثلا بالای لینک کلیک کردین بعد از داکومنت باز شوه ادیت کنین، یا مثلا edit the new document later بعدا مثلا. خب ما در قسمت میگیرم که edit the new document now و یک قسمت هم نامش تنظیم کردم text display. میگه همون text display که قبلا گفتم. مثلا در اینجا میگم که click here to open document. اوکی. خب میبینیم که داکومنت باز شد. داکومنت اولی میرم بالای لینک کلیک کردم، داکومنت باز شد. در این قسمت میبینیم که فعلا دو داکومنت داریم. خود داکومنت اول است که لینک اضافه کردیم و یک قسمت هم داکومنت جدید است که ما بالای از لینک کلیک کردم این داکومنت بر ما باز کرد. کنترل میگیرم کلیک میکنم، یس
میبینیم که داکومنت باشه، نیو داکومنت. اون داکومنت هست که من در قسمت لینک توسط لینک ایجاد کردیم، داکومنت جدید. و یه بخشش مربوط به ایمیل آدرس میشه که اینجا بالا ایمیل آدرس کلیک میکنین. ایمیل آدرس شخصی که میخواین ایمیل ارسال کنین تایپ میکنین، سابجکت موضوع یا عنوان ایمیل چی هست و در قسمت هم recently use ایمیل آدرس که البته با مثال بده کار کردیم. مثلا در اینجا تایپ میکنیم فرض مثال abc 123@outlook.com و سابجکتش هم مثلا میگیریم که فرض مثال نشته میکنیم تایتل و بعد از اون بالا که کلیک میکنم در قسمت لینک اضافه شد. وقتی که کنترل فشار بودم بالای از لینک کلیک کنم مستقیم برنامه اوتلوک باز میشه و بعد از اون میتونین در قسمت ایمیل تایپ کنین و بعد از اون بالای سند کلیک کنین و اون شخصی که ایمیل آدرس رو تایپ کردین نوشته کردین ایمیل ارسال میشه. بخش دیگه هم بوکمارک. از بوکمارک مثلا ناصر ایران تایپ میکنم 111 پاراگراف یا زیادتر از غیر مثال کار میکنم. خب بوکمارک مثلا یک چپتر است، تعداد صفحات زیاد است، در یک روز نمیشه تمام شو بخونن یا ریویو کنن. مثلا روز اول تا یک کلمه را خواندیم، کلمه را انتخاب میکنم تا قسمتی خواندیم بالای بوکمارک کلیک میکنم. نام بوکمارک مثلا میگه چی باشه، مثلا نوشته میکنم first. این کستم از دلخواست نامو هر نام که خواسته باشین تایپ میکنیم. add اضافه شد. روز دوم تا یک قسمت هم باید انتخابش کنیم و بعد از نامش تنظیم میکنم مثلا second. و بعد از اون بالایت کلیک میکنم و اضافه شد. روز سیوم تا یک قسمت انتخاب میکنم بوکمارک و نوشته میکنم third add. خب حالا میخوایم ببینیم که روز اول دوم تا کدام قسمت خواندیم. بالای بوکمارک کلیک میکنم first و بالای go to کلیک میکنم. روز اول تا یک قسمت خواندیم go to. روز دوم تا یک قسمت. روز سوم میتونیم به این شکل انتخاب کنیم third go to نمایش داده میشه. این وظیفه بوکمارک بود. به هر اندازه خواسته باشه شما میتونید به می روش کلمات یا جملات یا یک پاراگراف انتخاب کنید نشانی کنید. و بخش سوم هم کراس رفرنس است. کراس رفرنس یا مربوط به لینک میشه. مثلا این یک مثال کار میکنم، البته مثال است، میتونم چندین بخش مختلف کار میکنم. البته من اینجا به خاطر که یک چند موضوعش مربوط به درسای تاپ ریویو میشه فقط اینجا من مثال کار میکنم وظیفه شب. خلاص براتون میگم چی کار انجام میده. مثلا قسمت بالای داکومنت نوشته میکنم اپ یا هر کلمه که شما تایپ کنین مشکل نیست، فرق نمیکنه. داخل دوسیه تایپ میکنم داون یا در هر صفحه که شما خواسته باشید کار میتونید انجام بدین داون. هر دو کلمه را که اپ داون است اپ انتخاب میکنم، تپ هم میرم و یک قسمت هیدینگ انتخاب میکنم. هیدینگ اول و بعد از اون در صفحه آخر داون انتخاب میکنم و ایرام هیدینگ میتونم. بعد از اون در صفحه اول میریم و در یک قسمت کرسر میگذارم، این طرف فشار میتیم یا در پالوش هم میتونین این طرف فشار میتیم. در قسمت پایینش کرسر میگذاریم، تپ اینزرت، بالای کراس رفرنس کلیک میکنم و از این لیست رفرنس تایپ هیدینگ انتخاب میکنم. در قسمت بالای صفحه که اپ انتخاب کردیم
اپ اضافه کردیم و نشته کردیم. در این قسمت داون انتخاب میکنم انزرت و در آخر صفحه جایی که داون نشته کردیم قبلا در قسمت پایینش کرسر رو میگذارم، اپ انتخاب میکنم انزرت. خب حالا اگه ما بالای اپ کنترل بگیرم چپ کلیک یا کلیک کنم، کرسر در قسمت بالای صفحه جایی که اپ است میره. و اگه بالای داون کنترل بگیرم چپ کلیک فشار بدم، در قسمتی که داون تایپ کرده بودیم نشته کرده بودیم در اون قسمت کرسر میره. یعنی در بین دو کلمه ما لینک ایجاد کردیم که اگه ما بالای اپ کلیک کنیم کنترل بگیریم کلیک کنیم کرسر بالای صفحه میره، اگه کنترل بگیریم بالای داون کلیک کنیم کرسر در پایین صفحه میره. این وظیفه کراس رفرنس البته مثالش بود که در اینجا بخشای مختلف دیگه هم داره که میتونیم در این لینک بالای بوکمارک کار کنیم که قبلا مثال دادم. فوتنوت، نوت، سیکویشن است، فیگور است که تا هنوز کار نکردیم، این مربوط به درسای جدید میشه آینده. و بخش بعدیش کامنت است. کامنت نظریه، مثلا درباره یک جمله، یک پاراگراف، یک خط، یک کلمه یا یک حرف شما میخواین یک نظریه بتین یا چندین نظریه، کلمه یا خط انتخاب میکنین، بالای کامنت کلیک میکنین و بعد از اون میتونین درباره از اون به هر لسان خواسته باشین یک چیز تایپ کنین. و بعد از اون بازم مثلا یک قسمت دیگر انتخاب میکنم، بازم کامنت، قسمت انتخاب میکنم کامنت، بالای از قسمت کلیک میکنم و بعد از اون که کنترل پی اگه قسمت پرینت هم بریم در پرینت هم نمایش داده میشه. اگه شما خواسته باشین که در پرینت نشان داده نشده یا در پرینت ظاهر نشه اما در قسمت داکومنت یا پیج باشه یا صفحه باشه، با شما در قسمت پرینت در بخش سیتینگز اینجا یک قسمت یک آپشن است به نام پرینت مارکاپ. پرینت مارکاپ بالاش کلیک میکنین غیر فعال میشه و بعد از اون در قسمت روی صفحه کامنت داریم اما در قسمت پرینت نشان داده نمیشه. اگه خواسته باشین که مکمل کامنت از بین ببرین، بالای از این قسمت علامه 3 نقطه کلیک میکنین و اینجا delete thread یا کامنت کلیک میکنین، از بین میره مکمل کامنت.